زیرا که انسان وقتی گوش کرد، پایبند عمل شد، انا همون پیشگاه خدا را مرتبه و مقامی دارد. برادران عزیز، شما را چی زور آمده است دروغ میگید؟ چی زور آمده است؟ ولی دروغ به خودش جایهای جایزی دارد، کدام دروغ و در کدام موقع. ولی امروز از روی مشاهده ها، از روی نشست هایی که ما و شما داریم، من میبینم از اون موضع هایی که جایزی دروغ است، اونا نه، برعکس از او بیرون ما و شما دروغ میگیم. خواه برای احتکای نان، خواه برای 5 تنگه، خواه برای گویم که یگان غرضای شخصی داشتگی ما، خواه برای که از یک حالت خودمان خلاص کردن، ما چی دروغایی داریم؟ الان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگوید هر وقتایی که شما کودکی را دعوت کنید که بیا تعال هکا، بیا بچم سومن نیتم، بیا بچم یا یک میوه را نشانش میدی، یک کنفیت را نشان میدی، بیا بچم بیا محمی را در دستت میتیم. ثم لم یعطیه، پیامبر گفت وقتی که کودک آمد و حتی تو همون چیزی که با اون نشان دادی و گفتی وقتی عطا نکردی، تو دروغگوترین دروغگوها هستی. برادر عزیز، ولی یک کودک ما و شما وقتی فریاد میزنیم، چیزی را که برای وعده میکنیم همون را ندادیم، ما دروغگوترین دروغگوها هستیم.